بریم. آیا تاریخ بی‌طرف وجود داره؟ آیا تاریخ نگاری بی‌طرفانه امکان پذیره؟ بارها شنیدید که میگن مورخ خوبه که بی‌طرف باشه. بریم بگردیم یک تاریخی پیدا بکنیم که بی‌طرفانه نوشته شده باشه. اما برای من که سالهایی رو به خوندن و مطالعه تاریخ پشت سر گذاشتم، ثابت شده که چیزی به اسم تاریخ بی‌طرف وجود نداره. ارسطو در رساله فن شعر میگه شاعر و مورخ فرقشون در این هست که مورخ حوادث رو آنگونه که اتفاق افتاده اند روایت می کند و شاعر حوادث را آنگونه که می توانست اتفاق بیفتد روایت می کند. بیایم یک بار مرور بکنیم ببینیم که مورخین معمولاً چه کار می کنند. مورخین مراجعه میکنن به اسناد و مدارکی که از حوادث مختلف به جا مونده. اسناد و مدارک میتونه فی‌المثل یک نامه، یک دست نوشته باشه یا یک کوزه و سفال شکسته. هر کدوم از اینها یک سند هستند و مورخ میبایست بر مبنای این مدارک و اسنادی که به جا مونده یک حادثه تاریخی، یک موقعیت تاریخی رو حدس بزنه و به ما که مخاطبان خودش هستیم منتقل بکنه. مجموعه اسناد و مدارک معمولاً به گونه‌ای هستند که بینشون جای خالی‌های زیادی وجود داره و مورخ ناگزیره که این جاهای خالی رو با تخیل خودش در واقع پر بکنه. او با یک سند، با یک مدرک به بخشی از حقیقت پی میبره، اما بخش‌های دیگر رو با تخیل خودش و با درک و فهم خودش که برخواسته از زندگی روزگار خودش هست پر میکنه. حالا تصور بکنید که مورخی که امروز زندگی میکنه میخواد وقایعی رو که 2000 سال پیش، 3000 سال پیش اتفاق افتادن رو از روی مدارکی که از اون موقع به جا مونده حدس بزنه و به من و شما بگه. آیا اون میتونه خودش رو جای انسانهای 3000 سال پیش بگذاره، مثل اونها فکر بکنه و مثل اونها نتیجه گیری بکنه؟ قطعاً نه. اون نگاه امروزی خودش رو داره و درک امروزی خودش رو داره. با درک و فهم امروزی خودش جای خالی بین اسناد رو پر میکنه و به من و شما روایتی میده که میتونه واقعیت داشته باشه. به قول ارسطو میتوانست اینطور اتفاق افتاده باشد، ولی حتما مطمئن نیستیم که اینطور اتفاق افتاده است. تعداد روایت‌های متعدد و متفاوت و گاهی اوقات متناقضی که از یک حادثه تاریخی وجود داره به ما میگه که از هر حادثه تاریخی میشه روایت‌های متعددی داشت و مورخ در بهترین شرایط و در علمی ترین روش ها تنها میتونه یکی از اون شکل هایی که میتونه از واقعیت وجود داشته باشه رو به ما معرفی بکنه و بگه.